خوش اومدیم به یک ویدیو 領域展開領域展開領域展開三刀流十三条比叡地獄拳こっちから刻んでやるよなってやろうじゃねえか地獄の یک بازیکن رو از یک تیم به تیم دیگه انتقال بدید. اول تا معمول وارد بازی میشیم. بعد میایم اینجا میریم روی تنظیمات. اینجا که کامل بخشش رو بهتون توضیح داده بودم. میایم روی این. بعد سمت راستی تیمی که میخوایم مثلا ازش یک بازیکن انتقال بدین و انتخاب میکنین. بعد مثلا اینجا تیم لیگش رو انتخاب کنین که چه کدوم لیگ بره. بعد تیمتون رو اینجا انتخاب میکنین و دوباره زبدر میدین. زبدر بازیکن تیم رو انتخاب میکنین. اینم لیگش و کشورش. مثلا این دفعه میریم داخل اسپانیا و همین دوباره زبدر میزنیم منتقل میشه. خب این آموزش امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی بدرود.